بار دیگر سلام میگم به اون عزیزانی که این لحظه ها ما رو در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارن. ساعت به وقت پرگده هست و فرصت است که من برای شما سرخط خبرهای روز رو میرسونم و تو اینکه شما بدونید که در 3 ساعت بعدی یعنی در برنامه خبری ما اطراف کدام موضوع صحبت خواهیم کرد. از چین به وطن آمدن صبح امروز دهات دانش آموز توجیک که در شهر ووهان چین قرار داشتند توسط هواپیمای سومون ایر به تاجیکستان رسیدند. در برابر این دانشجویان 17 نفر از مسئولانی که برای برگردانیدن آنها به چین رفته بودند به حالت کرانتینی فرا گرفته می شوند. طبق معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان تا امروز بیش از 800 نفر افرادی که از چین بازگشتند زیر معاینه طبیبان قرار دارند. یکی از موضوع برنامه امروز خبری همین خواهد بود. 5 کارمند زندان‌های تاجیکستان را بازداشت کردند. این نفران برای عوض کردن نظام ادای جزا در داخل محبس‌ها دست به جنایت زدند. در این باره امروز در آژانسی ضد فساد تاجیکستان ضمن نشست خبری معلومات دادند. همکاران ما هم در این نشست بودند و جزئیات را بعد 3 ساعت دیگر در اختیار شما می‌گذاریم. ولی جایز به تاکید است که به قبل آژانسی در پی تطبیق قانون عفو یگان حالت فساد را آشکار نکردند. باید گفت که بر اساس قانون عفو که ماه اکتبر سال گذشته به اجرا درآمد هزارها نفر از زندان آزاد شدند. رئیس نویه تیمور ملیک درباره جلب دختران برای پیشوازگیری از منصبداران اظهار نظر کرد. به گفته این مقامدار بعضی رهبران اداره و مؤسسه ها در این کار به زیاده‌روی راه میدهند. منظور از این حرفا چیست؟ تلاش میکنیم در برنامه خبری تفصیلی بیشتر بدیم. ضمن آخر ماه نوامبر سال گذشته عکس‌ها از مراسم افتتاح داروخانه بویتوری در نویه تیمور ملیک ولایت ختلان سبب تنقید و مسخره مقامات نویه شده بود، زیرا در این عکس‌ها دیده میشد که چگونه دختران در سردی با لباس بهاری دست پیشی بر اجرا کننده وظیفه رئیس نویه را پیشواز میگیرند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید بر اثر حمله انتحاری روز 11 فوریه در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم در کابل 2 غیر نظامی و 4 سرباز جان باخته 12 تن دیگر زخمی شدند. این حمله سه شنبه یعنی امروز رخ داده است. وزارت دفاع افغانستان نیز با نشر یک اعلامیه گفته است که حمله انتحاری در میان مردم صورت گرفته است. مسئولیت این حمله را تا هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفته است. در گذشته گروه طالبان و دولت اسلامی چنین حمله خونین را انجام داده بودند. وزارت معارف تاجیکستان گروه رفتن دانشجویان ازبک را از تاجیکستان مخالف قاعده های تعلیمی میداند. بعد دانشجویان ازبکستانی برای شامل شدن به دانشگاه ازبکستان تا 15 فوریه مهلت دادند، یعنی آنها را به امتحان قبول میکنند و این امتیاز سبب شده است که به طور گروهی آنها دانشگاه های تاجیکستان را ترک کنند. همکاران ما تلاش دارند که این موضوع را تحقیق کنند و فکر میکنم اگر ما تا برنامه خبر یعنی تا شروع برنامه که 3 ساعت دیگر داریم تفصیلات را در دست داشته باشیم. شما میتوانید جزئیات را در برنامه خبری در گزارش تماشا کنید و تا اون دم اگر شما نیز بینندگان عزیز هر خبری نظری و یا ویدیوی جالب از جای حادثه دارید لطفا در اختیار رادیو آزادی بگذارید و اگر خواستید که خبرهای بیشتر از این را بخونید پس سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org. من شما را در برنامه خبری منتظر میشوم.